سلام بچه ها، امروز یک شنبه است. من میخوام حاضر شم که برم سر کار، پس شما هم همراه هم باشین. شغل من مربی نقاشی و سفال کودکه. من 2 سالی میشه که توی مهد کودک دارم کار میکنم و به خاطر علاقه زیادی که به بچه ها دارم این شغل رو انتخاب کردم. روزایی که از خواب میخوام بیدار شم واقعا خیلی خوابم میاد و همیشه پشیمون میشم از رفتن، ولی وقتی میرم سر کار بچه ها رو میبینم، وقتی صدام میکنن، وقتی با عشق نقاشی میکشن، قند تو دلم آب میشه. اگه شما هم بچه ها رو دوست داشته باشین، عاشق کار کردن باهاشون میشین. واقعا از کار کردن با دنیای آدم بزرگا خیلی بهتره. خیلی دنیای رنگی و باحالی دارن. من که عاشق کارمم واقعا. نمیدونم در آینده‌ام قرار شغلم همین باشه یا نه، ولی حداقل تا 2-3 سال دیگه دوست دارم شغلم همین باشه. بازم نمیدونم، واقعا آدم از آینده هیچ خبری نداره. همونطور که من چند سال پیش هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه روزی مربی بشم، الانم هیچ ایده ای ندارم. صبحتون بخیر. آقا من که صبح خواب بیدار شدم یه بارون خیلی خوشگل داره میاد که گرفت زده شدم. خیلی حس خوبی بود. بعد مدت‌های بارونی زد، ذره هوا مرطوب شد، ولی خب متاسفانه ترافیک شدیده بخاطر همون یه ذره بارون. از تو کوچه ترافیکه، نمیدونم چی کار کنم، فکرم دیر برسم. فهمم چرا، به خاطر یه ذره بارون که حتی الان هم بند اومده، یعنی اصلا هیچی نمیاد، باید انقدر ترافیک باشه. یعنی من هنوز تو خیابون خودمون 40 دقیقه است گیر کردم. فکر کنم قشنگ 1 ساعت با تاخیر برسم سر کار. من با 40 دقیقه تاخیر رسیدم بالاخره. این دوباره بذار اینجا. ماشینتو میبر. کشیدی؟ من کارم طبقه بالا که بچه‌ها خیلی کوچولو هم، یعنی نوپا و کودکستان تموم شد. خیلی کار باشون سخته. خب هنوز تسلط ندارم، خیلی نمیشه روشون مانور داد، در حد فقط این که رنگا رو بشناسن، بازی کنن، یه همچین حالتی دارم. دیگه الان اومدم طبقه پایین برای کلاسای پیش 1 و پیش 2. میخوام یه چایی بخورم، بعد برم سراغ کلاس اونا. چایی تو سر کار خیلی لذت بخشه واقعا. یعنی انقدر که به من این چای میچسبه، هیچ چای دیگه ای نمیچسبه. خاطر همین منتظر این لحظه همش. حالا این دایره قراره باشه صورت آدمتون نداشتیم، حالا زد گوشاتون رو بکشین، براش ابرو بذارین، چشم بذارین، دماغ رنگ کنیم. قراره این چوب بستنی ها رنگ بشه، رنگ آبی که باش چی درست کنیم؟ سلام دارم. نمونه بعد این شکلی. سلام دارم رنگ میکنم. سلام. خب رنگ کنیم بچه. سلام. قراره اینا رو رنگ کنیم، دونه. بعد باش دونه برف درست کنیم شکلی. سلام. ریحانم موهاش معلومه. ریحان، آره ریحان اون سمته. من چه خوشگله. ما بهشون سرمدادی. ما بهشون دادیم. خیلی خوشگله. من کلاسم تموم شد. اینه یک گرگ گوشتم. برم ناهارم بخورم، انرژی بر ادامه.
برو. خب کلاسای بعد از ظهر هم شروع شد که بچه ها اومدن دارن نقاشیاشون رو انجام میدن. بعد تکیه دارم بهش با سر رفتم تو خونه. روشن نقاشی نشون بده. نظر راجع به کلاس نقاشی چیه؟ دوست داری یا نه؟ دوست دارم. دوست داری؟ شما چی؟ دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. مطمئنی؟ همتون دوست داری؟ خب کلاس اولم تموم شد. میریم سراغ کلاس دوم. برم دنبالشون. لباس تو؟ آره میتونی. آفرین. نفس لباستو رنگ کن. لباست نگاه کن، همین چیزایی که تنته. ابر و بادی میتونی رنگ کنی. ما چه رنگیه؟ میتونی قهوه‌ای پررنگه رو بزنی، سیاه هم اگه بخوای. بچه‌ها اگه میخواید دو تا رنگ کنار هم بزنین وایسین، یکیش خوشه بعد اون یکی رو بزنین. این نقاشی‌هایی که بچه‌ها دارن انجام میدن نقاشیه که از روی عکس خودشون کشیدن. من عکسشون رو پرینت کردم، بچه‌ها چند بار تمرین کردن تا بتونن به این نتیجه برسن. این کار رو با روش تسهیلگری انجام دادم که همچین نتیجه خیلی خوبی داشت. خب بچه ها کار منم دیگه تموم شد. الان ساعت 3:40 دیگه میخوام برم به سمت خونه تا سه‌شنبه که بچه ها سفال دارن. تا ولاگ بعدی میبینمتون.